اپیزود 15 از برنامه‌های اندرشو رو دارید می‌بینید. اول ببخشید که یه مقدار تأخیر داشتیم اپیزود پخشش، هم کارهای خودم زیاد بود، هم به هر حال دست‌تنها کار کردن سخته دیگه. مورد بعدی هم این که این اپیزود قراره بریم سراغ انقلاب 57 ایران و دهه فجر و 22 بهمن و مابقی این بدبختی‌ها و بلاهایی که سرمون اومده. بریم زودتر شروع کنیم این اپیزود و امیدوارم کیفیتش و محتواش جبران تأخیرش رو بکنه. قرار نیست من تو این اپیزود براتون از تاریخ انقلاب بگم و مستندوار روایت کنم. من میخوام تو این اپیزود یه چند تا نکته مورد رو از اتفاقات مربوط به اون روزها بگم براتون. اینا درسته یه سریش نکات حاشیه‌ایه ولی خیلی مهمه، حالا میبینید جلوتر چرا، و اینکه حتما مطالعه بکنید در این مورد، تحقیق بکنید. نمیتونیم بگیم اتفاقی که حالا 40 سال پیش افتاده ربطی نداره به ما. باید بدونیم در موردش، باید بخونیم، باید بدونید چه دروغ‌هایی گفته شد، چجوری گروه‌های مختلف رو فریب دادن، همراه خودشون کردن، کشورهای خارجی چجوری کمک کردن این وسط به بالا گرفتن این آتش. اینا رو باید بدونید. یه نکته‌ای رو من مختصر بگم خدمتتون. تو تحقیقاتم و چیزایی که تو تمام این مدت خوندم، یه موضوعی رو میتونم با قاطعیت بهتون بگم، اونم که کلید درک اتفاقایی که افتاد و انقلاب موضوع نفته. یعنی اینکه شاه سعی کرد وابستگی ایران به نفت رو بگیره، کشور رو صنعتی بکنه که وابسته نباشه صرفاً به درآمد نفت. تو اوپک قیمت نفت رو برد بالا و از موضع قدرت برخورد کرد و این طبیعتاً خب زنگ خطری بود برای خیلی از کشورها و اتفاقات بعدی که افتاد. به هر حال این موضوع نفت رو در موردش حتما بخونید، تحقیق کنید. To demonstrate that the price of oil is expensive, I will ask you the question once more. If it was expensive, you would have already found new substitute. و ای کاش که ما این نفت رو نداشتیم، خیلی خیلی فرق میکرد وضعیتمون، انقدر مصیبت شاید سرمون نمیومد. خلاصه این که سعی میکنم تو این اپیزود چند تا نکته از اتفاقات و حاشیه‌های اون روزها براتون بگم. فاجعه‌ای که پیشینیان ما رقم زدن خیلی هاشون و متاسفانه گریبان خودشون نسل بعد و نسل‌های بعد رو همینجوری گرفت و اومده جلو. بخونید لطفاً، در موردش تحقیق بکنید. شاید بتونیم حداقل اینطوری با تحلیل اتفاقی که افتاد یه راه در روی از وضعیت اسفناک فعلیمون پیدا بکنیم. Beneath this mask there is an idea, Mr. Creedy. And ideas are bulletproof. اگر فکر میکنید که رفتار داعش یه رفتار جدیدیه، حتما برید تصاویر آرشیوی روزهای اول انقلاب رو ببینید. پشت سر انقلاب یه چند هزار از این پاسپورا در مراکز عام میان دار میزنن و آتش میزنن، تمام میشه قضیه. که چجوری مردم رو میکشیدن از تو خونه هاشون بیرون، میبردن وسط شهر اعدام میکردن، با قمه میافتادن به جون همدیگه مردم. از پیش خدمت های کاخ گرفته تا اون بدبختایی که تو شهر نو کار میکردن تو اون وضعیت، اینا رو گرفتن سوزوندن، یه سریشون رو زنده زنده. خلبانای تراز اول ایران رو مردم گرفته بودن میبردن وسط شهر، اینا رو اعدام میکردن. کلی از آدمای لایق ارتش، اگه بدونید چی به سر تک تک اینا و خانواده هاشون رو بردن. هر کی رد شد دستش اسلحه دادن، همین مجاهدین شروع کردن اسلحه پخش کردن بین آخوندا. خودتون تا تش بخونید چه خبر شد تو اون مملکت تو اون روزا. از هر کی خوششون نمیومد اومدن یقهشو گرفتن انداختن وسط شهر زیر مشت و لگد، بعدم اعدامش کردن. بعد وحشی‌ها وایسادن بالا سر جنازه ها، اسلحه دستشون گرفته بودن عکس میگرفتن. داعش از امثال اینا یاد گرفته. اینا 40 سال پیش کارایی رو میکردن که داعش الان داره انجام میده. بعد بازم یه سریتون یقه خودتون رو دارید جر میدید برای یه سری از این آدم. Hey, fuck you, man! تو این تیکه فقط به یه اسم اشاره میکنم، خودتون برید لطفاً بگردید ببینید این آدم چی بوده و چی کارا کرده. صادق خلخالی. یعنی بعید انسان باشعوری تو ایران باشه اسم این آدم رو بشنوه شروع نکنه فحش دادن. یکی از همونایی که واقعا معلم داعشی ها محسوب میشه. فقط برید تو ویکی‌پدیا لیست افرادی که این آدم دستور اعدامشون رو داده یا خودش اعدام کرده ببینید چه خبره. دادگاه برگزار میکرد، همونجا تو دادگاه یارو رو میکشت.
دادگاهاشون از طرف یه سوال میکردن، به سوال دوم نمیرسید حکم میدادن. تازه اگه دادگاه برگزار میشد با افتخار تو خاطرات خودش هم تعریف کرده که به پشتگرمی یه سری جانی تر از خودش چه جنایتایی که کرده. ایران جزو اون کشورهاییه که واقعا عکس‌ها و فیلم‌های گذشته‌شو آدم نگاه میکنه فکر میکنه آیندهشه. یعنی نگاه کنید چی بودیم چی شدیم. مثل افغانستان قبل از ظهور طالبان. من با خیلی از غیر ایرانی هایی که سنشون قد میده صحبت کردم، باور کنید بدون اغراق تقریبا همه‌شون اینو قبول دارن، میگن قبل از انقلاب شماها یه کشوری بودید نزدیک به ما یه خوردن بالاتر. ما می اومدیم اونجا از شماها خیلی چیزا رو میدیدیم، یاد میگرفتیم. از ایران اون زمان به عنوان ژاپن خاورمیانه یاد میکردیم. خودتون ببینید از کجا رسیدیم به کجا، بعد ببینید چرا رسیدیم به این. حالا از اون در و دشت چیزی نمونده باقی، انگار از این میخونه سرسال رفت ساقی. تو اپیزودهای قبلی از 2 تا کارناوال یاد کردیم. یکی کارناوالی که محرم و عاشورا تاسوعا تو ایران راه میفته، یکی هم کارناوال اربعین. این دفعه ولی سیرک خلیل عقاب تقدیم میکند کارناوال 22 بهمن. خودتون ببینید تا تهش رو بخونید. یه تشکرم بکنیم از جناب دلغک شکلاتی که اومد ملت رو دعوت کرد که بیاید 22 بهمن همتون راهپیمایی شرکت کنید، حمایت کنید، آشتی ملی کنیم. اولا که ما میخوایم سر به تن شما نباشه، بحث قهر و آشتی نیست. ثانیاً این که من از این میترسم شما کفدارا با اون گرگا آشتی کنید، باز اوضاع ما بدتر هم بشه. تا همین پریروز تصویر و صداش ممنوع بود. 12 سال از وقتی از ریاست جمهوری اومده کنار فقط خطبه عقد خونده و بقیه رو دعوت کرده به اینکه یا بیاین رأی بدین یا بیاین تظاهرات کنین. مردی که دلغک. حالا ترامپ تبدیل شد به دشمن، پیام صادر میکنن که آی دفیوسا بیاید متحد شین. چرا؟ یکی در از ما پیدا شده. هیچ هم نمیگه همین دشمن و شماها برای ما ساختید با لگد کردن پرچم و آتیش زدن پرچم و سر تا ته شهر و شعار و فوش و مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل نوشتن. خودتون دشمن رو میسازید، بعد میاد به ما میگید آی بترسید ازش، بیاید هوای ما رو داشته باشید. مزرعه حیوانات رو بخونید، جان مادرتون بخونید این کتاب. از دستاوردهای فرهنگی انقلابشون هم که دیگه گندهشون جشنواره فیلم فجره، که دیگه خودتون این سیرک رو نگاه بکنید و اتفاقایی که امسال افتاد. من دیگه وقت ندارم در مورد صحبت بکنم و اتفاقایی که هر سال داره میفته، نه خروجی درستی داره نه هیچی، یه سری مزخرف سفارشی از پیش مشخص شده. این تازه یکی از بزرگترین دستاوردهای فرهنگی انقلابه. تیراژ کتاب رسیده به 2000 نسخه برای مملکت 70 میلیونی. اگر 2000 تا چاپ شه و اگر فروش بره و اگر بخونن اون 2000 تا. در مورد کارنامه 38 ساله که چی میشه گفت؟ 8 سالشو که جناب احمدی نژاد توش، این هیچی. اون 8 ساله که اصلا بذارین یه طرف. 30 سال بقیه هم یا جنگ بود و موشک باران بود، یا آثار بعد از جنگ بود، یا دوران سازندگی بود، یا تحریم بود، یا آثار بعد از تحریم بود. خلاصه همیشه ما یه بدبختی داشتیم دیگه. از اون کرامات انسانی و مادی معنوی هم که قول داده بودن که خودتون دیگه بهتر از من میدونید. اپیزودهای قبلی رو نگاه کنید. از گورخوابی و فقر و اعتیاد و دزدی و اختلاس و فحشا گرفته تا کولبرها و زندانیان سیاسی و اعتصاب غذاها و اتفاق پلاسکو و پاسخگوییاشون همینجور بگیرید خودتون برید جلو دیگه. یه دونه دوتا نیستش که هر کدوم دست به نقد میتونیم 100 تا نام ببریم. شما قرار بود ناتونلی معنویات با تالس و مادیات مردم هم درست بکنید. زدن دیگه کنتور نمیندازه که راحت باشید دیگه.
هر چیزی شرایطش بدتر شده، شرایط اقتصادی مردم بدتر شده، بیکاری بیشتر شده، فقر بیشتر شده، فحشا بیشتر شده، اعتیاد بیشتر شده، دزدی، اختلاس، همه چی بدتر شده. دیگه چه کارنامه‌ای؟ خدا شاهد است، خدا شاهد است. خجالت میکشم 3 ماه توش تو خونه من نیست. به خدا گشنه، به خدا گشنه، هیچی ندارم. مردم مستضعف و بدبخت شدن، فقیرم. مردم اسیرن به حضرت عباس. تا چه ما که تو خانوادمون نمیتونیم بریم از زور خجالت واجمون میدن. آخه بالاخره باید این رهبرم به درد دل مردم برسه. آب بهمون نمیدن، شامونم آب نداره، باید گشنگی بخوریم. مگه مسلمانگی این طور است که این مسئولین ما هستن؟ بعد با وقاحت میان میگن مشکل کولبرها مال اختلاف طبقاتی به جا مانده از زمان پهلویه. الهام از 40 سال مملکت دستتونه، در روتون رو برن. هی خب تو این قسمت میخوام براتون یه چند تا از تیترای روزنامه های اون زمان رو بخونم. این تیترا رو که میخونم براتون سعی کنید مسلط باشید به خودتون، شکستنی دم دستتون نباشه، از مانیتوراتون فاصله بگیرید و اعصابتون هم مسلط باشید. روحانیون نباید رئیس جمهور شوند. منظور این بوده که اینگونه نباشد که روحانیون فقط رئیس جمهور باشند. رهبر، رئیس جمهور، وزیر، نماینده مجلس، قوه قضاییه، پلیس روحانی، همه چی باید باشند. مارکسیست ها در ابراز عقیده آزادند. مارکسیستا که هیچی در ابراز عقیده آزاد نیست. روتون رو برم. هی آب و برق را مجانی میکنیم، همه را صاحب خانه میکنیم. یه شاعر بی‌ادبی هم در همین زمینه میفرماید که کو آب و برق مفتی، کو پول نفت که گفتی، هیچ ملتی نخورده بوغه به این. در حکومت اسلامی دیکتاتوری وجود ندارد. دیکتاتور اونم تو ایران حکومت اسلامی. استغفر الله، استغفر الله، خدا بدور. در مورد حجاب اجبار در کار نیست. مربوط به ایران ها، سوئد و نروژ و ایسلند و اینا نیست، ایرانه. تشکر ویژه از ساقی های اون زمانی نشون میده جنس های اون موقع خیلی خوب بوده. این هم یه تعداد از تیترای روزنامه های اون موقع. زنده اید هنوز، نمردید از شدت خنده یا عصبانیت؟ بریم قسمت بعدی. بعد یه نکته کوچیک دیگه این که آدم میشینه مصاحبه های شاه اون موقع میبینه فرانسوی، انگلیسی چقدر قشنگ و مسلط صحبت میکرد. I have been across the Gulf that you call Persian and they call Arabian. Why do you call it Gulf? You have been to school, haven't you? Yes. What was the name that you have read during your school days? Persian Gulf. All right. But they do call it Arabian Gulf. Well, they can do many things. بعد رئیس جمهورا و دکترا و وزیر وکیلای الان مملکت ما رو خوبشون مثلا خاتمی روحانی هن که در حد اون کتاب قرمز بیگینر نیو هدوی یه خورده بلدن. اونم تا وسطاش از میوه ها به بعد رو رد نکردن هنوز. Who have been appointed since our meeting in December and who are Matches may end up with good or bad results, but such a reward proves that I bring peace and friendship from Iranians. Man, you are one pathetic loser. صحبت تیپ و قیافه و استیل هم که اصلا نکنیم سنگین ترین خود. بعد اینا نماینده های 60-70 میلیون آدم هستن تو مجامع بین المللی. خواهی نخواهی، willingly, willingly. persistently high level of unemployment, the sovereign debt crisis in major
We're literally too stupid to insult. Thank you. دیگه وقتی رهبر مملکت میگه آقا انگلیسی برای چی اصلا یاد میگیریم به درد نمیخوره، چه توقعی از اینا داریم دیگه. گلوب به دید زبانشناسی توحیدی نظر متواضعانه ما، گلوب همون قلبه با لهجات متعدد قلب. انتهای ماندگار. این اپیزود کامنت ماندگار یه خورده تخیلی سعی میکنیم جلو بریم، البته آنچنان تخیلی هم نیست. حالا میبینید چرا. الان میبینید دونالد ترامپ دم به دم برای خودش توییت میکنه، هر مزخرفی به مغزش میرسه میریزه بیرون. حالا با خودتون فکر کنید اگه مثلا اوایل انقلاب توییتر و فیسبوک و اینا بود چه اتفاقی میافتاد. مثلا کامنت امام چند ماه بعد از انقلاب احتمالاً توییتشون اینطوری میشد: اقتصاد مال خره. بله، حالا باور بفرمایید یا نه این تو صفحه ویکی‌پدیای ایشون هم هست. جمله معروفیه که در گفتگوی بنیانگذار انقلاب با خانم اوریانا فالاچی روزنامه‌نگار معروف این جمله رو گفت. حالا ببینید چه شانسی آوردیم اون موقع توییتر، فیسبوک و اینا نبود. حداقل بقیه دنیا کمتر بدونن که شما مملکت رو دادید دست چه جور آدمایی و چه طرز فکری. این دفعه به جای معرفی فیلم و کتاب بهتون توصیه میکنم که 2 مستند رو حتما ببینید. یکی مستند انقلاب 57، یکی هم مستند از تهران تا قاهره. هر دوی اینها رو شبکه من و تو تهیه کرده و پخش کرده، توی سایت خودشون برید هست. بدون تعارف بخوام بگم به نظر شخصی من خیلی از برنامه‌های این شبکه برنامه‌های سطح پایین و یه جورای اتلاف وقت و نیروی انسانی هم محسوب میشه، اما آدم باید انصاف داشته باشه. مستنداشون مستندای خیلی خوبیه، به خصوص این 2 که حتما بهتون توصیه میکنم دیدنشونو. پر از تصاویر آرشیوی که قبل از این هیچ جای دیگه ندیدید، اتفاقاتی که تو اون 7-8 سال افتاد. جواب خیلی از سوالاتون رو ممکنه بگیرید با دیدن اینها. بهتونم توصیه میکنم موقع دیدنش به اعصابتون مسلط باشید، چون یه جاهایش اصلا نشدنیه که فوش نده آدم به یه سری تصاویری که میبینه و اسناد حماقت جمعی یک سری از آدمایی که هم خودشون رو بدبخت کردن هم نسل‌های بعدشون. خلاصه این که این 2 مستند رو حتما ببینید. این فاضلابی رو که توی کتابای تاریخ مدرسه و مزخرفات صدا و سیما و معمای شاه و اینا کردن تو حلقمون و تو مغزمون، حداقل بتونید بشورید ببره بیرون که خود درست فکر کنید. خب اینم اپیزود 15. امیدوارم خوشتون اومده باشه، باعث بشه برید تحقیق کنید، خودتون بیشتر مطالعه بکنید. چند تا نکته رو سریع بگم. مورد اول این که طبق معمول دست تنها دارم کار میکنم، کمکم کنید تو پخشش، با اسپانسر شدن، با به اشتراک گذاشتن، هر مدل که فکر میکنید میتونید کمک باشید با من در تماس باشید. مورد بعدی مرسی از بچهای صفحه آبادان.net تو فیسبوک، بهشون سر بزنید. من کلیپاشون و تیکه هایش رو استفاده میکنم، کاملش رو میتونید اونجا ببینید. بگید از طرف اندرشو اومدیم هواتون رو دارن. ضمن اینکه این تصاویر بی ربط رو میبینید از همه‌گیر شدن آهنگ قشنگتر از پریا تو ایتالیا، نمیدونم داستانش چیه ولی باحاله. ضمن اینکه اینا رو میبینید امیدوارم هفته خوبی داشته باشید. به اشتراک گذاشتن برنامه یادتون نره تا اپیزود بعد. Dall'otto di gennaio perciò rimane tosta, escevano mi rosica, escevano mi rosica. Gironolla che chiamo Micoli, alza l'antenna de Don Micoli. Gironolla che chiamo Micoli, ma non urlare nei gomitoli. E lascia andare a Scario, dall'otto di gennaio, peggio rimane tosta, esce ma non mi rosica, esce ma non mi rosica.